السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، انشاءالله امروز به یاری پروردگار میخواهم برای شما عزیزان باز یک نمود تارتی دیگر را نشان بدهم. بینندگان عزیز، نوارهای ما را به یاران و دوستان روان کنین که آنها هم از این نوارهای ما بهرمند شوند. خب حالی شروع میکنیم. اول ما در اینجا یک کسترولکای خرد آوردیم، در بالای پلیته گذاشتیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم گفته پلیتمون رو روشن میکنیم. در اینجا برای مرحله اولش ما عسل داریم. 100 گرم عسل است، 150 گرم مسکن است، یک قاشقچه ساده و یک قاشقچه هم آبی لیمون. خب حالی ما چیکار میکنیم؟ عسل رو در داخل این کسرولکمون میگیریم. خب حال منتظر میشیم که این عسل آب شود. خب حالی بینندگان عزیز ببینید که عسل آب شد، جوشیده ساده است. ما در اینجا گفتیم یک قاشقچه خرد ساده داریم، همراه آب لیمون آمیخته کرده. خب اینها رو هم همراه میکنیم. طبعا معلوم است همیشه عسل با ساده که باشه پدیوم میتید. این را همین خیل آمیخته کرده میشینیم تا که کم ترک رنگش تغییر کنه. کم تر رنگش تغییر کردیم. خب در اینجا 150 گرم مسکن که گفتیم این را همراه میکنیم. بینندگان عزیز ببینید مسکن داخلش آب شده است. عسل رو گرفتیم از بالای پلیته، یک طرف میگذاریم که این خنک شود. ولی مرحله دوم شروع میکنیم. دیگه این پلیته برای ما لازم نمیشه. خب بینندگان عزیز، مرحله دومش عبارت می باشد از 6 دانه تخم، 150 گرم شکر، 260 گرم آرد و یک تا رزدخلی تیل. خب ولی تخم را میشکنیم، در داخل ظرفمون میگیریم. ما را شکستیم، در ظرف گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته با میکسر اینها را آمیخته میکنیم. ولی ببینید که بینندگان عزیز تخم را با میکسر که زدیم خوب ماشاءالله پدیوم داده است. در اینجا گفتیم که 150 گرم شکر داریم، را کم کم همراه میکنیم. ولی بینندگان عزیز شکر هم آب شده است. ببینید ماشاءالله خیلی خوب پدیوم دادگی هست. این عسلی که آماده کرده بودیم میخوانک شدگی است. ولی را چیکار میکنیم؟ کم کم میریزیم. اگر شما با میکسر هم کردید خوب، اگر که نبود با وینچکم میشود. خب من با میکسر با سرعت پست ببینید که اغلب شدگی هستند. بازی آرد رو میگیریم، یک پچکه رزدخیل داریم، رزدخیل رو همراه میکنیم.
خب من بینندگان عزیز همیشه گفتم آرد را ایله کنین خوب است. خودمان که باشد ایله میکنیم آرد را کم کم با سرعت پس میکوبیم. اگر که نمیتونیم با میکسر با وینچیک بکوبین آسان‌تر است، چون که خمیر میشیند. همیشه خمیری که روغن داشتگی باشد و خمیر میشیند، خوب پدیام نمیتید. و بینندگان عزیز اینا آماده شده است. ولی ما یک قالب داریم، رزمیرش 24 به 35 است. ولی ایرا میریزیم در این قالب ما. دیدین که خمیر رو ریختیم. قالب ما کلان است. اگر شما میخواستین قالب خردتر میداشتین، رزمارهای 20 سانتی متر دو تا میشود از او. چون که خمیر مسکه که دارد پدیام بلند نمیتید. اگر بیسکویت خودش تنها باشه تا همین اندازه پر میشود. ما میبریم میره در حرارت 160 درجه در دخوفکن میگذاریم. در چند دقیقه که پخته شد باز دوباره شما گپ میزنیم بینندگان عزیز. باز هم وابستگی به دخوفکای هر یک شما میداشته باشد. بینندگان عزیز اینا ما دخوفکه را باز کردیم. در مدت نیم ساعت در 30 دقیقه از ما پخته شد در حرارت 160 درجه. ببینین تورت آوردیم. این تورت سوختگی نیست. این تورت چون که اصل که داشت در وسطش و همون خاطر رنگش هم خیلی میآید. کم تا گرم است. ما چیکار میکنیم؟ ما اطراف ایرا باز میکنیم. اینا ببینین که تورت ما از قالبش جدا کردیم. خب ایرا یک طرف میگذاریم که تا خنک شود. تا خنک شدن ایرا ما کرم ایرا تیار میکنیم. کرم ما عبارت میباشد از 250 گرم مسکن، یک قطعه سوشن ملکو و ریانش. میتونید که از سفید هم استفاده کنید یا کمتر ونیلین. خب حالا اینا ایرا شروع میکنیم. بسم الله. طرز آسانش. خب با میکسر میزنیم ایرو. تا که یک کمتر پدیام میدهد بعد نوبت به شون ملکو میشود. خب حالا بینندگان عزیز شون ملکو را باز میکنیم. بسم الله. اینا ببینین کم کم در این همراه میکنیم. بینندگان عزیز کرم آماده شدگی هست. فقط ما چند قطره ونیلین همراه میکنیم تا که به خاطر ذوقش بگم که خوب شود. خب بینندگان عزیز کرم آماده شدگی هست. کرم یک طرف میگذاریم. تورت ما از وسط دو نصف میکنیم به شکلی. یک تخته را میگذاریم چون باید اول کاغذ زرش را بگیریم. ببینید چقدر نرم است. ولی ما تورت را میبریم این به این شکل.
این داخلی تارت. خوب این را یک طرف میگذاریم مراقبت زیرشه. اینجا اختیاری است، اگر میخواستین که شربت بشپین میتونه که شربت هم بکنین، اما این خودش بسیار نرم است، ملایم است، نیاز به شربت نمیشود. کریمی که آماده کرده بودیم میگیریم در بالای این کمک کریم، اینو به این ترتیب قطعی خوب باز ایرات میکنیم. قبط اولش خلاص شدگی هست، قبط دیگه شم میگیریم. باز به همین ترتیب میگیریم، باز کریم در بالای میپرتیم مثل قبط اول. نه ببینیم که ما کرمی تورت ما شکلی هم خلاص کردیم، چون که تورت ما بیسکویت است در اصل، اصل که دارد در داخلش. خب بیسکویت میدوی ارلش خیلی بگیم. انا اگر به اون شرطی که میخواستین که از خمیر همین خودی همین در بغلای بگیرین کم ککی میبرین همیره. خب ما نبریدیم میده، ما 100 گرم چهارمغز داریم، چهارمغز رو ما میده کرده هستیم، باز در برهای چهارمغز میگیریم. اینو به این شکل قطعی چهارمغز ببینیم بینندگان عزیز. خب ما همین قدرش چهارمغز شپیدیم. اگر شما میخواستین همه ایره چهارمغز کنین، اگر نمیخواستین هم کم کریم اضافه کردگی بود و کم تا کاکائو قطعی همراه کردیم. خب ولی ایره شکل مثلا گل میپرتیم. این هم خیلی اینا رو ببینن عزیزان. این شکل قطعی گل که پرتافتیم. خوب یک از این چوی رو با چشکه میگیریم، باز به این شکل اینا بینندگان عزیز ببینین که تورت آماده کردیم. ولی انشالله که را میبریم برای شما عزیزان نشان میدهیم. بسیار ماشاءالله نرم است. باید تورت یک 2-3 ساعت بیستد خوبتر است. خوب ما وقت کمتر است برای شما عزیزان نشان میدهیم. بسم الله. خوب بینندگان عزیز تورت ما آماده شده است. انشالله که آماده بسازین، خوشمزه است. نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین، آبونه شدن فراموش نکنین. الله یار و مددگارتان باشد تا نوارهای بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.